شنا میشه که درس امروزا رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز درس امروزمون چنین است. The secret of getting ahead is getting started by Mark Twain. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود سر پیشرفت در آغاز کردن است. سخن مارک توین. و آمدیم به قسمتی watch to watch یعنی چی تماشا کنیم. در هر درس ما با شما یک فیلم تصویری و یک فیلم رو برای بهتر کردن زبان انگلیسیتان توصیه می‌دهیم و توصیه درس امروزه این فیلم تصویری Finding Nemo می باشد. نام فیلم Finding Nemo سال برآمدش سال 2003 تخمینا 100 دقیقه می باشد و سویه زبان انگلیسیش باشد سویه A2 و B1 می باشد. و اگر گویید که از کجا تماشا کنیم در دلخواه براوزر نام فیلم رو نویسید بعد از اون کلمه watch نویسید. اگر خواهید که با زیرنویس نویسید with subtitles نویسید و یا از تلگرام کانال ما در آمده پیوند و سیلک فیلم رو گرفته می توانید. New words کلمه های نو plural شکل جمع regular nouns اسم های درست irregular nouns اسم های نادرست children کودکان feet پای ها man مرد ها women زن ها mouse موش mice موش ها tooth دندان teeth دندان ها sheep هم می شود گوسپند هم گوسپند ها fish می شود هم ماهی ها people مردم plant رستنی ice یخ ocean اقیانوس rain باران star ستاره tree درخت grass علف. در اینجا رسیدیم باز با پایان یک باب دیگر. در این درس باب ششم کتاب ما تمام شد و از همه شما خواهش ما این است که به کانال ما ابونه شوید، نوارها را لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس های ما اگر فکر دارید در شرح ها نویسید. این نوارها را با دوستان و نزدیکان و خویشانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.